ما 2 تا دوره 3 تا دوره تو این تا این 30 سال پیش 35 سال پیش که من به انگلیس اومدم تا اون موقع که در اونجا بودیم 2-3 تا دوره ما گذروندیم. خب دوره نوجوانی من بود تا زمان 28 مرداد 1332 شد. دوره دومش دوره خفقان بعد از 28 مردادی بود، به یه شکلی دیگه ادامه پیدا کرد. دوره سومش دیگه که من اونجا اصلا نبودم، که اونجا بودم. در این دوره ها خب من مجله های مختلف کار کردم، نقد ادبی نوشتم، این حرفا. اولین مجله که من سرپرستی کردم به عنوان این سردبیرش یه مجله در می اومد که آقای بهآذین و دوستانش در می آوردن به نام مجله صدف. مقالات انتقادی در مورد آزادی زنان و حقوق زنان و اینا اون موقع می نوشتم و همین دلیل بود روی تجربه شخصی خودم بود که به هر حال مشکلات رو بازگو می کردم توی روزنامه مجله و اینا. سردبیر مجله مرحوم رجا بود، ایشون خیلی زیاد مشوق من بود و به من اصلا کار میداد، یعنی کار رپورتاج نویسی و اینها، که اصلا اولین بارم که من با خانم سیمین بهبهانی و فروغ فرخزاد و سایر شاعرها آشنا شدم موقعی بود که از طرف مجله مأمور شدم که یه رپورتاجی تهیه کنم برای، یعنی درباره زنان شاعر. و متاسفانه من این آرشیوار من هیچی ندارم، چون من با دست خالی و چمدون خالی از ایران آمدم، در نتیجه هیچ کدوم از اینا رو ندارم، ولی یادمه. به هر حال اینا جزو کارهای روزنامه نگاریم به عنوان خبرنگار بود که میرفتم این ور اون ور و بعد یواش یواش اینا اصرار کردن که داستان بنویس. بعد هر یکی دو هفته، مثلا هر بعض وقتا هفته یه بار، بعض وقتا 2 هفته یک بار یه داستان کوتاه برای وسط مجله می نوشتم. و بعد از یه مدتی هم یه پاورقی که داستان دنباله‌دار که زندانی زندگی اسمش بود. البته اینا قبل از اینها من کتاب تا وقتی که خروس میخواند رو نوشته بودم و کتاب‌های شعرم هم رقص یادها و گسسته چاپ شده بود. باری در دوره لیسانس هم شاگرد اول شدم با معادل 18.2. در واقع شاگرد اول همه ایران شدم و اونجا هم در آن زمان یک قانونی داشتیم به این اعتبار که شاگردان اول دانشکده ها از 4 سال بورس تحصیلی برخوردار میشن برای تحصیل کردن در کشورهای اروپایی یا امریکا. و چنین بود که من به انگلستان اومدم، در دانشگاه لندن یونیورسیتی کالج در رشته فلسفه تحصیلم رو تموم کردم و تزی هم نوشتم. تزم امیدوارم یه وقتی روش کار کنم، سال 47 خودمون. قرار بود که یک کنفرانس یا یک سمینار نویسندگان شاعران ایران شاه فرموده یا دولت فرموده ترتیب داده بشه. ما باش مخالفت کردیم. ما که میگم یک نامه‌ای نوشتیم و که در شرایطی که سانسور بیداد میکنه این ما امضا کنندگان در این سمینار یا در این اسمش چی بود باری در این جمع، در این گرد همایی شرکت نخواهیم کرد. 51 نفر اینو امضا کردیم که همین 51 نفر در حقیقت 1 سال بعد شدند بنیادگذاران
کانون نویسندگان ایران. تا در ایران بودم 7 دفتر شعر از من در اومد و چند کتاب پژوهشی و در حقیقت مجموعه مقاله‌های من و 2-3 ترجمه. چند سالم علوم اجتماعی خوندم، مستر علوم اجتماعی بودم که اون حالا درس خوندنش انقدر مهم نبود که اونجا یه مقدار کار میکردم تابستونا و ما میرفتیم دهات ایران، دهات شمال و کردستان. یک دوره بسیار به نظر من ارزشمند از زندگی من بود. بعد که اومدم اینجا باز خواستم کتاب ایران چاپ کنم، به یاد تشنگی کوهپایه های جنوب، که شعری بود که من اینجا وقتی که بارون می آمد گفتم که اونجا خشکسالیه و نمادین هم بود البته، و اونو قرار بود ایران چاپ بشه. بعد راستش سیاوش کسرایی خیلی علاقه داشت به این شعرهای من و همش اون دوستم مینوشت، سیاوش میگه چرا نمیفرستی اینا رو ایران چاپ بشه. خلاصه من فرستادم و بعد قرار بود چاپ بشه. دادن به اصطلاح چی بود اسمش اونجا، الان میگن ارشاد، حالا یه چیز دیگه بود اسمش، که کتابا رو میدادن که ببینن که قابل چاپ هست، یعنی میتونه چاپ بشه، برخلاف دستگاه هست یا نیست. اونا یکی از شعراشو کوچه و غروب گفته بودن اینو بردار، بقیه‌اش رو میتونی چاپ کنی. بعد همین وقت انقلاب شد و بعد این من فکر میکنم اون انتشاراتی که اسمش یادم ریزش، انتشاراتی که سیاوش کسرایی داده بود اینو چاپ کنن، مثلا توده‌ای بوده، ریخته بودن تمام دستگاهشو به هم زده بودن و اینا و دیگه اصلا هیچ از بین رفت. از 18 سالگی این کار رو آغاز کردم. من اولین کالومنیست، اولین طنزنویس مطبوعات ایران هستم که طنز روزانه می نوشت، یعنی در واقع اولین طنزنویس روزنامه های ایران هستم. قبلش اصلا ما روزنامه نداشتیم، هر روز در بیاد و وقتی که در آمد اطلاعات و کیهان، من طنز روزانه رو تو روزنامه اطلاعات شروع کردم و بعد در مجلات مختلف صفحه طنز داشتم، در مجله تهران مسفر، برنامه صبح جمعه رادیو، برای تلویزیون من برنامه می نوشتم، برنامه پربیننده‌ای بود مثل حرف تو حرف. شعرهایی که میگم، حرفایی که میزنم و سعی میکنم که همون اندازه که خودم درک کردم از آزادی و حقوق بشر و دموکراسی و بی قیدی نسبت به همه اون چیزای دست و پاگیری که دست و پای انسان رو میبنده، از مذهب گرفته تا هر حال چیزهایی که تقدس ایجاد میکنه، سعی میکنم با این قیدها و این اندیشه ها به شدت بجنگم و خیلی خوشحالم که احساس میکنم که یه مقداری تونستم اثر خودم رو خیلی جاها بذارم. من ایران رو پس از ختم تحصیلات دبیرستانی ترک کردم و در اون زمان شرکت ملی نفت ایران بورسیه‌ای میداد، امتحانی ترتیب میداد و برای کسانی که در اون امتحان موفق میشدن یک بورسیه‌ای میداد برای تحصیل در رشته‌های مهندسی. من هم با استفاده از همون کرامت شرکت ملی نفت بورسیه‌ای گرفتم و آمدم به انگلیس برای تحصیل در رشته مهندسی. رفتم به دانشگاه برمینگهام، در اونجا ابتدا در رشته مهندسی راه و ساختمان شروع کردم درس خوندن، بعد تغییر رشته دادم به رشته ریاضیات. شغلی که من دنبالش رفتم که همون تهیه برنامه ها در بخش فارسی BBC بوده، اون هم لازمش مقدار زیادی این بوده که من به فرهنگ ایران، زبان فارسی و از این قبیل چیزها علاقه‌مند باشم. من همون موقعی که
درس دانشگاهی رو تموم کرده بودم حس می کردم که با اینکه از نظر اسمشو بذاریم مغزی علاقه من در علوم دقیق هست یا به قول انگلیس‌ها در ساینس، ولی از نظر احساسی علاقه من همین در چیزهای فرهنگی هست و زبانی و اجتماعی سیاسی. بالاخره همه ما ایرانی‌ها یه جوری کلمون بوی قرمه سبزی میده و فکر کردم که موقعی که این روزانه در بخش فارسی BBC باز شد من هم درخواست دادم و به اون شغل پیوستم. تو زمینه تئاتر خیلی خیلی کار کردم و هم با کارهایی که در تالار مولوی میشد و از طریق کار کردن با محمد کوثر که هم استاد من بود، استاد بازیگری من بود در دانشگاه و من در واقع بازیگری رو از او یاد گرفتم، چون تو همه زمینه‌های بازیگری با ما کار میکرد محمد کوثر و چندین کار رو من با او کردم، از جمله تسخیر شدگان کامو رو که بر اساس رمان داستایوفسکی نوشته شده بود، ترجمهش رو ما اونجا همه کارهای ترجمه کرده. خیلی جالب، من تو ایران که بودم هر کاری که کردم ترجمه بوده از کارهای خارجی. بعد خب اون طرف توی اداره تئاتر مثلا با منیژه محمدی چند تا کار کردم، از جمله کلفت‌های ژان ژونه رو کار کردم. عمیق‌ترین خاطره‌ای که از اون دوره دارم خاطرات دوران انقلاب اسلامیه، برای اینکه خب ما در موقعیتی بودیم که یک تحول تاریخی بزرگی در ایران به وقوع می‌پیوست. خواه نخواه ما هم در اون میان پامون به میون میومد، برای اینکه ما یک دستگاه خبری بودیم که گزارش‌ها و تحولات دوره انقلاب رو پخش می‌کردیم و شاید مهمترین خاطرات من از دوران کار در BBC همان دوران باشه و چیزی نقشی که تاریخ به عهده ما گذاشته بود و شغل ما به عهده ما گذاشته بود و همونطور که پیشتر عرض کردم متاسفانه با کمال تأسف خیلی ها ما رو موجد تحولات میدونن، در صورتی که خب از یک طرف اگه این حرف رو باور بکنیم ما باید خودمون خیلی آدمای بزرگی تصور بکنیم، از طرف دیگه باید خیلی دچار تأسف بشیم که چرا بعضی ها اینطور باید فکر بکنن و برای نقش خودشون ارزش قائل نشن، در صورتی که این یک ملت هست، از ملت ایران یا ملت افغانستان که یک اقدامی میکنه، یک حرکت هایی صورت میده و سرنوشت خودش رو رقم میزنه و اگر سرنوشتی که برای خودش رقم میزنه بعداً مطابق میلش نباشه، درست اینه که مسئولیت تاریخی خودش رو درک بکنه و دیگران رو متهم نکنه. ما یک سالی پیش از انقلاب کانون نویسندگان ایران رو که بعد از سال 48 در حقیقت تعطیل شده بود یا به بنبست رسیده بود، یعنی دولت دیگه نمیذاش کار بکنه، یک بار دیگه فعالش کردیم. هیئت دبیران دوباره برگزیده شد که من یکی از هیئت دبیران بودم. سالی پس از انقلاب حاکمیت خمینیستی دست به نخستین جنایت فرهنگی خودش زد، کاری کرد به نام انقلاب فرهنگی، آغاز کرد به جنایتی عظیم و به نظر من تا کنون بزرگترین جنایتی که بر مردمان و بر تاریخ ما روا داشته است، انقلاب فرهنگی. دانشگاه بسته شد و من این افتخار رو داشتم و دارم که نخستین کسی بودم که از دانشگاه تربیت معلم اخراج شد. ترجمه های من زیاد نیست، راستش 2 تا کتاب که ترجمه کردم اونم فقط به خاطر ایران ترجمه کردم، اگه من بگم شما باور نمی‌کنید. یکیش از درون جهان سوم که اتفاقا ایران چاپ شد
برای اینکه اونجا چیزایی رو گفته بود، ضعفایی رو گفته بود که درون خود این کشورها هست و پولهایی که فرض کن داده میشه بهشون و چطور صرف کارهایی که باید بشه نمیشه و اینا. گفتم من اینو بنویسم. و یکی دیگهش که اونو باور نمی کنید که هر فصلش، هر صفحه‌ایشو که من ترجمه کردم به خاطر ایران بود، برای اینکه انقلاب فرهنگی بود توی ایران و این راجع به انقلاب فرهنگی چینه. شنیدم که مردم رو گرفتن از قارنا بردن توی صحرا و تق 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 چیز کردن، کشتن جوونا رو. بعد اون شعر قارنا رو گفتم که اولش از قارنا دیر یاسین کردستان، برای اینکه ما خیلی سینه چاک هستیم برای دیر یاسین و اینا. اینو گفتم و اینکه حالا جوونا رو گرفتن. داستانای بچه‌هایی که نوشتم، مثلا 2 تا از داستان‌هایی که نوشتم جایزه‌های برای بچه‌ها گرفتن. نمیدونم یکیش تو پراگ به عنوان کتاب برگزیده سال اون سال انتخاب شد. کتاب شورای کتاب کودک ایران اونو کتابای منو به عنوان کتاب برجسته مثلا معرفی می‌کرد. ولی رژیم جمهوری اسلامی تا داخل مغز به اصطلاح استخون آدم هم میره که بدونه که تو واقعا باشون هستی یا نیستی. یعنی میرن میکاون که پیدا بکنن ببینن تو ته دلت با اونا هستی یا نه. و خب اونا میدونستن که ما با اونا نیستیم، چون به هر حال داستان از اونجا داستانمون که در میومد ضد جنگ بود، نمیدونم مثلا در مورد مسائل اجتماعی بود، ضد جریان دانشگاه بود فلان اینا. مثلا همون موقع ما مثلا وقتی که انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد ما همون موقع داستان می نوشتیم و همون موقع کانون نویسندگان ایران یک مجله داشت به نام اندیشه آزاد که بعدم یک کتاب دیگه هم بود نامه کانون. مثلا ما همون موقع داستان می نوشتیم اونجا چاپ می کردیم و اینها. انقلاب که شد یکی از اولین هنرهایی که واقعا زیر ضرب رفت و سالها نتونست سر بالا بگیره هنر تئاتر بود، برای که تئاتر همیشه از جانب دولت حمایت میشد. I came from a very kind of a family which was, my grandparents were all that interesting backgrounds. My grandfather worked in the bazaar in Tehran as an accountant. So Iranian history sort of came through my family quite a lot. And of course my uncle Parviz Nikha was executed during the revolution as well. So he was, like in the 1960s, one of the leaders of the student movement. A revolutionary student movements, and then he became a reformist in prison and reviled. So yes, turbulent family, very interesting, kind of glamorous on one side and quite dark on the other side, I would say, family history. رضا بابک یکی از تجربه های عالی من بود. خیلی خاطر خوبی من از اون کار نگه داشتم که بعد البته متاسفانه یک نفر از آدمایی که با ما در اون کار میکردش بعدم فهمیدیم که این حیوانی رو اعدامش کردن در اتفاقاتی که افتادش بعد از انقلاب. درست بعد از انقلاب ماجراهایی که در کردستان اتفاق افتاده شد. تظاهرات شد جلوی روزنامه کیهان که این هادی خراسندی اعدام باید گردد. منم اصلا هیچ علاقه به اعدام شدن نداشتم. 32 سالم بود. خودم و فرزندان در انگلیس بودم از قبل از انقلاب. من فکر کردم انقلاب کردیم برگردم به مملکت، سهم خودم از انقلاب. نه بابا، ما سهم هیچ وقت نمیخواستیم. یه خونه هم داشتیم اونجا که سهم ما بود در دنیای نویسندگی و سندیکای نویسندگان آقای هویدا چیز کرده بود، داده بود و 5 اتاق 3 اتاق خوابه و اونم گذاشتم و آمدم به دلیل اینکه اینا تظاهرات کردن، به خاطر اینکه من یه مطلب نوشتم. یه جایی بود به اسم دانشگاه هنر، هستی تئاتر و سینما که
خیلی هم شاگرد داشت، چیزی در حدود 500 600 700 نفر اونجا درس تئاتر و سینما میخوندن که اصلا من مونده بودم مثلا سال اولش 200 شاگرد داشت که اصلا گفتم 200 شاگرد آخه چجوری نوبت میرسه که هر کدوم از اینا مثلا بتونن یه بار مثلا یه صحنه 1 دقیقه‌ای رو اجرا بکنن. 200 نه، معمولا 20 25 نفر حد اکثرشه که توی رشته‌های هنری مثلا میرن، ولی 200 شاگرد گرفته بودن و حتی کسایی بودن که تا به حال تئاتر یا فیلم ندیده بودن تو عمرشون، اصلا نمیدونست. یعنی میگه آقا بیاین فیلم به ما نشون بدین بفهمیم فیلم یعنی چی، اینا تئاتر چیه، اصلا خیلی هاشون بوده از مثلا دهات و شهرستان و جاهای عجیب غریب، چون حالت سهمیه‌ای داشت نصفش 100 تاشو کنکور میگرفتن 100 تاش هم سهمیه بودش. بعدم خوب همه سهمیه‌ها میزدن برای دکتری و پزشکی و نمیدونم مهندسی و از اینجور چیزا، اینا خب اکثرشون قبول نمیشدن تو اون. این رشته تئاتر آخرین چیز بود، آخرین رشته‌ای که مثلا سهمیه داره. آره دیگه تمام اونایی که از همه جای دیگه رد شده بودن میومدن که به این تئاتر برین حداقل لیسانس بگیرید. تلفن‌های آزاردهنده به ما شروع شد، به من که دختر بختیاری تو چطور با یک خائن ازدواج کردی، و مثلا ساعت 2 بعد از نیم شب تلفن‌های آزاردهنده تو هم با فحاشی و اینها. در اون زمان هنوز دولت آقای فکر میکنم مرحوم دکتر شاپور بختیار بود. در نتیجه ما رفتیم به قسمت اداره اطلاعات در اهواز مراجعه کردیم و خیلی کمک کردن و این اذیت‌ها جلوی اینها گرفته شد. و جالبه که یک جوان با مسلسل کلچنیکوف بیرون خونه ما در کوی گلستان اهواز پاس میداد. بعد از این ماجراهای تلفن‌ها و گارد با کلچنیکوف، از این صحبت‌ها، من فقط به ایشون گفتم و هرگز تصور نمی‌کردم گوش بده به من. گفتم که ببین الان موقعیت بدی است در ایران و ما هم یه پسر داریم و ممکنه بد باشه برای آینده این بچه و الان اگه اینطور باشه بعداً چطور میشه؟ بهتره ما از ایران بریم. دکتر احمد کریمی حکاک و یکی دیگه از دوستان اومدن خونه، من از خواب بیدار کردن و گفتن که یه چمدونک کوچکی ساکی بر خود درست کن و بریم از اینجا. پرسیدم چی شده؟ گفتن که در راه به تو خواهیم گفت. و از اون رفته از کردارشون، از بادی لنگویج، از زبان تنشون دریافتم که حتما باید را بیفتم. و خب ساکی رو برداشتم و از خونه اومدیم بیرون. در راه بر من روشن کردند چه پیش آمدی شده است. سعید جان کشته شده است و من هم دیگه به خونه نمیتونم برگردم. من اون موقع دیگه یواش یواش کار روزنامه مجله و نویسندگی رو کنار گذاشتم و بیشتر با یعنی دیگه چسبیدم به کار وزارت خونه و اونجا خب کاملا بودم دیگه تا تقریبا 18 سال 19 سال بودم تا موقع انقلاب که دیگه آمدم اینجا. علت اصلی اومدن من از ایران، خب من دیگه بعد از مثلا 17 سال زندگی زیر رژیم جمهوری اسلامی واقعا به این نتیجه رسیده بودم که نمیشه با این وضعیت با این حکومت کار کرد. یعنی به جای رسیده بودم که برای چاپ داستانام باید سالها صبر میکردم، باید نمیدونم مثلا من یه رمانی داشتم به نام گیسو، این مثلا 4 سال توی وزارت ارشاد بود قبل از که من بیام و نمیگفتن که چاپ نمیکنین، اجازه نداره، نمیگفتن اجازه داره و هر 2 هفته یه بار ما باید میرفتیم اونجا، یه مولای مینشست روبروی ما
سخنرانی میکرد، همون سخنرانی تکراری، و اونا هم یه جوری حرف میزنن که تو جوابی نمیتونی بهشون بدی. چون مثلا من یک بار اومدم مثلا به یارو گفتم که حاج آقا شما میگی که من مثل شما فکر کنم. حاج آقا گفت نه، من نمیگم مثل من فکر کنم، من میگم بیا هممون مثل امام فکر کنیم. سالهای اول بالاخره آدم، چون برای ما فقط یه سفر از یک کشور به یک کشور نیست، از یه زبان به یه زبان دیگه است. از به خصوص برای یک نویسنده خودت میدونی این کاری، و اصلا آدم میاد تو یک جای دیگه ای که همه چیش متفاوته، همه چیش فرق میکنه. و خب طبعا سالهای اول تا آدم خودشو پیدا بکنه یکم طول میکشه، ولی بعد که گذشت و کارم رو اینجا شروع کردم و پیش بردم، خیلی احساس خوبی دارم از اینکه آمدم و اینقدر به دنبال وزارت ارشاد برای گرفتن اجازه مجبور بودیم خودمون رو اصلا لباس پوشیدنمون رو چی میکردیم، یعنی برای اونجا تنظیم میکردیم. تو فکر کن که خودتو درست کنی که اون سانسورچی که قراره در مورد کتاب در مورد کتابت قرار نظر بده، حتی از ریخت و قیافه تو هم باید خوشش بیاد. مثلا اگه بخواستیم ریشمون رو بزنیم، تا اینکه ریشمون رو نزنیم که بریم این آقا رو ببینیم که ادوایزاش رو نمیدونم نصیحتاش رو بگیریم بعدن بیایم. یعنی یه زندگی دوگانه برای آدم درست میکنن. از موضوع سانسورشیپ هم که دیگه اصلا وحشتناک، برای که سانسورشیپ یعنی خود سانسوری وحشتناکترین پدیده‌ایه که در ایران پیش آمد ناگهان. تقریبا 3 سال اولی که من در پاریس بودم خیلی بهم سخت گذشت. یعنی من واقعا خیلی به قول اینجایا هومسیک بودم. یعنی بی نهایت دلم برای ایران تنگ بود، دائم اخبار رو دنبال می کردم. اینکه الکن بودم، مخصوصا به خاطر نوع این فیلدی که توش بودیم، این حرفه‌ای که ما توش بودیم، حرفه هنرپیشگی، خب با ادبیات، با زبان، با این چیزا خب خیلی سر کار داره، میدونی، درک جامعه، درک همه چیز. و این الکن بودن توی یک جامعه خارجی من رو خیلی آزار میداد، خیلی آزار میداد. و من واقعا بیشترین وقتم رو صرف فقط یاد گرفتن زبان و اینا میکردم. من خب از اون مدت استفاده کردم، رفتم دانشگاه و فوق لیسانسم رو در تکنیک و زیبایی شناسی تئاتر از دانشگاه ونسن گرفتم. ولی خب دلم می‌خواست ادامه بدم، دکترام رو بگیرم، ولی دیگه میسر نبود برای اینکه پولا رو قطع کردم. ما مجبور بودیم کار کنیم، هر کاری، فقط برای اینکه بتونیم زندگی رو بگذرونیم. در اینجا من مجبور شدم مثل بسیاری از هنرمندای دیگه شروع کنم کارهای دیگه کردن و همینجور در این گیجی و بی کلامی و نمیدونم اینا همینجور طی کنیم تا ببینیم که دنیا بالاخره ما رو به کجاها باز دوباره پرتاب میکنه. من در اصل از روزی که یاد دارم، چه در ایران چه در خارج از ایران، همیشه امرار معاش سد راه هنر من بوده. یعنی اینکه همیشه وقت من بیشتر برای تأمین زندگی بوده، چون خودم میبایستی نانآور خود زندگی باشم. و این حتی در ایران، و به همین دلیله که من فکر میکنم که به هنرم شاید خیانت کردم، یعنی به خودم خیانت کردم، برای اینکه خودم رو وقف شعرم نکردم. اون موقع یادم میاد فروغ همیشه میگفت که ببین آدم نمیتونه هم همسر خوبی باشه، هم مادر خوبی باشه، هم شاعر خوبی باشه. و واقعا یه حقیقتیه، یعنی هنر
قربانی میخواد، هنر فداکاری میخواد و من هرگز نتونستم که همه خودم رو در راه هنر بذارم. به همین دلیل ارضا نشدم از نظریه هنرمند. مجبور بودم دوباره کار کنم، ولی از اون لحاظ خوشحالم برای این که به هر حال در ایرانم که بودم 3 تا کار میکردم که بتونم زندگی خرج بکنم، برم قسط بانک خونه رو بدم فلان کنم. اینجا هم شروع کردم به کار کردن، ولی تو همون زمینه‌ای که میتونستم، یه ترجمه میتونستم بکنم، یه چیزی بنویسم فلان این حرفا. در نتیجه فشاری که خیلی از ایرانی‌هایی که بیرون آمدن و اون کاری که در ایران میکردن به درد اینجا نمیخورد، فشار اونها رو نداشتم. برای اینکه واقعا نباید بی‌انصافی بکنم که من کارم سخت بود. اینجا تو این 28 سال که دارم کار میکنم سخت بوده، فشار داشته، ولی هیچ وقت فشار بعضی‌ها رو نداشته که مجبور بودن یک کاری اونجا میکردن با اعتبار، با شخصیت، با همه چیزشون اینها. و اینجا انسان هیچ وقت خفیف نمیشه. Madse Razi used to be called before the revolution, and I loved it there. My mother was quite keen that we have a French education. I have to say I have to thank her for that, because I prefer the French education a lot more to the English education system. So when we came here, which was a bit confusing because I thought we'd always end up going to France, speaking French, but we came here. I went to the French school in London. It was as I said, the French system I really liked. The Iranian system I liked as well, I have to say, at that time. I just really enjoyed, and I missed it when I came here. But the English system, which I eventually went into, I found hard and difficult, mainly because the French quite like to discuss the theory of everything, which I think we Iranians are a bit like that anyway, you know. And the English are so pragmatic, solve problems left, right and centre, that for me it lost its interest. I struggled at school a little bit, you know, it was post-revolution. And then I got A-levels, as I mentioned before, but I studied literature and philosophy at university. And then I trained as a psychoanalyst for about 7 years or so, and practiced it for a while. But then also speaking French, English and Farsi, people say, well, that's lucky. But actually it was very confusing as well, because you lived in 3 different worlds at the same time. I mean, I'm very grateful that I speak those languages. But at the same time, as a child, when you suddenly come from Iran and go to a French school in London, it's a lot to absorb and to, you know, to sort of live in. And I remember a lot of times thinking as a child at school that if only this was, for example, Iran now, I wouldn't be feeling so disadvantaged sometimes. I felt like I couldn't quite express myself. And on many of my school reports, I always said, wonderful ideas, if only he could express himself better. So that was the thing. But yeah, it's been an interesting stay in the UK, I think. I've become more British now, so to speak, but perhaps it's not the easiest country to come to, especially if you're from that part of the world. I really struggled at the beginning. When I came, I was looking for a job, and obviously I couldn't find one because I didn't have the experience. I started getting some experience, but then I had to have my own place. After I stayed with my family here, and then I have to have my own place. And I started doing whatever I could, basically work in a restaurant and a boutique and all sorts of odd jobs at that time, which was not related to art at all. سختی این بوده که پول نداشتی، جا نداشتی، این چیزها بوده اون موقع سخت. ولی من انقدر گیج موسیقیم بودم که اینا هیچ وقت برام در اون لحظات سختی بوده، ولی هیچ وقت مشکلی برام درست نکرده، برای اینکه توجه من اینقدر به موسیقی بوده. ولی من در طول زندگیم آدم پرکاری بودم، همیشه کار کردم. من موقعی که دانشجو بودم شبها پیانو میزدم و روزام دانشگاه میرفتم و زندگی رو میگذروندم و لذت میبردم از این مسئله. لذت که خسته میشدم، بحثی درش نبود، ولی از اینکه میتونستم برم شبا موسیقی بزنم. این همه کلاب هست، من ایرانی اومدم میتونم برم اینجا موسیقی بزنم و درسمو بخونم. ولی
مشکلات هم این بود که تفریح نمیتونستم بکنم، وقت تفریح اصلا نداشتم و مشکلی برام نبود. البته مشکل برای من این بود که یه اسه‌ای بنویسم نمره خوب نگیرم و برام خیلی مهم بود که من شاگرد خوبی باشم. بهم برمیخورد اصلا اگر کارم رو نمیتونستم اونجوری که دلم میخواست انجام بدم. اما به هر حال کاری که من فکر میکنم که همیشه کردم و امروزم ادامه داره کار زیاد بوده. اون سالهای اول به هر حال همیشه مهاجر و پناهنده توی حالت گیج و هپروتی زندگی میکنه. بعد از اینکه تا یه حدی جا میفته، بعد از اون میتونه نگاه بکنه به بیرون خودش. الان مسائل اولیه به اصطلاح بقا دیگه کم کم چیز پیدا میکنن، تخفیف پیدا میکنن. بعد میتونه از بیرون نگاه بکنه و ببینه که بله میشه همکاری هم کرد، میشه تقسیم کارم کرد، میشه حقوق افراد و شرکت کننده ها در پروژه ها رو حفظ کرد. با تمام اینها کیفیت کار رو برد بالا، تعداد بیشتری بیننده مصرف کننده آورد و میشه چیز کرد، شرایطی فراهم کرد که کار بعدی تازه بهترم بشه. اینو من تجربه کردم. گفتم با وجود اینکه بعضی موقع وقتی که آدم احساس تنهایی میکنه در مقابل این همه مشکلات و این چیزا خیلی بدبین میشه. من این دوچار این بدبینی ها شدم، ولی به نسبت گذشته وقتی که مقایسه میکنم میبینم که این حس همکاری و تعاون داره رشد پیدا میکنه توی جامعه. ما داریم راجع به کامیونیتی خودمون صحبت میکنیم. این کامیونیتی نتونسته هنوز بعد از 25 سال زندگی سالید در به قول انگلیسی ها هنوز نتونسته اون میدیایی که برازندشه در نتیجه میتونه با اون فعالیت های هنری رو که میتونن تاثیرگذار باشن در زندگی ما، اونا رو به اندازه کافی لانسه بکنه و باعث بشه که تعدادی که مسلما مطمئنم که ایرانیایی که آتش این برنامه رو دارن خیلی بیشتر از کسایی هستن که حضور پیدا میکنن در این برنامه، ولی ما از این نظر میدیای ما، فعالیت‌های هنری ما این مخاطب لازم رو پیدا نمیکنه، هرچند که بالقوه مسلما خیلی بیشتر از این. I was writing for The Guardian after the Iranian disputed election last year, and I reported for many other media organizations, including CNN, CBS, France 24. But after a couple of months, it became impossible for me to remain in Tehran and write for The Guardian, so I decided to leave Iran for London. So that was the beginning of my life in London. Which after 2 months I decided to go back again to Tehran and film Neda's family for the documentary For Neda, which was shown on HBO just a week ago. I'm very much interested in novels than non-fictions. So and I have a literary website that I call Sibegazadeh, the Beaten Apple in English. And it's now I think 6 years old. So it's been 6 years that I'm writing very actively, and some of the articles which you see in my website are the articles that I've already written in papers, in newspapers. So I just put it in my website as an archive. But there are some original articles that I haven't published in any newspaper, and they are available on my website. And it's much a literary website. I write in 3 languages. I write in Persian, I write in English, and I write in French. So the articles that I write in Persian are just about literature. It's just the reviews of the books, interviews that I conduct. And the articles that I write in English are just political articles. It's just about Iran, it's about Iranian government, it's about the opposition movement, it's about the current Iran news and analysis. I haven't written anything political in Persian, and I haven't written very much about literature in English. And in French I write about literature again. So I've published a couple of articles in Le Monde, and they are reviews of books mostly.
can be emotionally draining. So you think that, okay, I've done the work of art, now what? And if there isn't that much more sort of staying power, if you like, to actually, you know, get a room, put it up, and, you know, put some flyers and invite people in and so on, and, you know, that in itself is a huge challenge, I would say, to finding your you know your audience, if you like, for want of a better word. بعد آمدم اینجا، بعد از مدتی روزنامه اصغرها رو در آوردم 30 سال 32 سال، همون 58 بود دیگه، 5 مرداد 58 اصغرها رو در آوردم. قدیمی ترین یا اولین نشریه اپوزیسیون در خارج از کشوره که الان هم تبدیلش کردم به سایت اینترنتی، اما آرزوی من چاپ کاغذیش دوباره و من تا شعرم مطلبم روی کاغذ نیاد، بوی مرکب چاپ نده. تو این دنیای سایبر و اینترنت و اینا اونقدر حال نمی‌کنم. در واقع زندگی من عوض شد، زندگی روزنامه نگاری نشسته من تبدیل شد به حرکت دور دنیا و بعد که نمایش‌های خودم رو هم گذاشتم، خورسنداب کامدی دیگه، باعث شد که بعد از مثلا فرض کنیم که 40 سال نوشتن از اون آغاز مثلا دیگه با مخاطبان خودم روبرو باشم. همیشه این رابطه غیابی بود اون قبل از اینترنت و ایمیل و اینا، که هیچ تماسی جز اینکه گاهی تلفنی نامه‌ای داشته باشه خواننده نداشتی. که حالا من اون مردم رو روبرو تو سالن میدیدم و با هم حال میکردیم و این کار رو من همچنانم ادامه میدم با پرویز صیاد، چون کارمون موفق شد 10 سال بعد، یعنی 3 سال اون نمایشش دور دنیا طول کشید، 10 سال بعد دوباره مثل این فیلمایی که خارجی که استقبال میشه میرن رینگو برای انتقام برمیگردد، یا استار وار 2. فارست بوکس که شعرهای انگلیسی منو چاپ کرده بود، اون یه خانومی بود که خیلی فعال بود و ما رو میکشوند. یه دفعه از طرف دانشگاه‌های، یعنی دور راه افتادیم توی دانشگاه‌های مختلف شعر خوندیم، با 1-2 تا شاعر دیگه بودم و یه دفعه هم کتابخونه‌های انگلیس، که توی یکی از این سفرها یکی از شاعرای دیگه که با ما بود یان میلوش بود که شاعر سوئدیه، البته شاعر رومانیایی ساکن سوئده، که اون شعرهای منو به سوئدی ترجمه کرد، اونم در اومد، در سوئد در اومد. در مجموعه های شعر اینجا چاپ شده مثلا The Silver Throat of the Moon یا Mother Song و Love Poetry و چند تا دیگه که الان یادم نیست. و یک چیز دیگه هم هست که یک به اصطلاح پروژه دیگه ای هست که شعرها رو توی بیمارستان ها اینجا میذارن، برای که مردم وقتی نشستن دارن مثلا منتظر هستن سرگرم باشن. و توی این پروژه شعر من رو گذاشتن توی یکی از این طی مراسمی، البته گذاشتن توی یکی از این بیمارستان های لندن و بزرگ البته قاب کردن. شعر من تنها نیست، شعر یه شاعر پاکستانی هست، یعنی به اصطلاح زبان اردو هست، زبان کسایی که مهاجر هستن اینجا، شعرهای اونا رو گذاشتن، چند زبانه هست، هم به فارسی هست هم به انگلیسیش، که بزرگ کردن توی قاب گذاشتن. اولین باری که رفتم به صحنه من فهمیدم من این کاره نیستم. به معلم من گفتم که من اصلا مثل که نمیتونم، بعد گفتم من اصلا همچین کاری نمیتونم بکنم، برای اینکه من پاهام میلرزید، نمیدونم اصلا حول ضربان. بعد به من گفتش که ببین وقتی من شروع کردم من 6 ماه اینجوری بودم، این حس طبیعیه، حس خیلی طبیعیه به هر حال، و واقعا به من این امید رو داد. من اصلا نمیخواستم تجربه رو تکرار کنم دوباره، برای اینکه برای من یه چیز شیرینی بود، من داستانی چیز دیگه ای فکر می‌کردم. به هر حال بعد از 10-15 بار اصلا این موضوع رفت، هیچی، تبدیل به مسئله شد که میخوای خودنمایی هم بکنی ضمناً. من یه ارکستر حدود مثلا 45-50 نفره درست کردم و
این شروع شد یک سری کانسرت های زیادی، مثلا با هایده 3 تا کنسرت بزرگ تو آلبرت هال گذاشت، یک دو تا جاهای 5-6 تا با تمام خواننده ها شد شروع کردیم. کار من تنظیم ارکستر بود موقع و من لذت می‌بردم از این موضوع برای نوشتن این سازها و اینا. Connected to artists in exile and through them I did the first exhibition here, which was a group exhibition. And it was really good. I mean, it made me really happy to connect, and of course I think before I do exhibition with them, actually I did a solo exhibition, but that was which was based on hijab, because the first images I produced, to my surprise, it was all images of ladies in Islamic hijab, and I don't know why I had this desire to draw lots of women in a full cover, and for example have them like a bandari mask from south of Iran, or have the whole like full chador outfit or burqa, and I don't know, I just had the desire to do that. The Bill کار کردم، توی دینجرفیلد چند تا اپیزودش کار کردم، کاوانا کیوسی کار کردم یه دفعه با جان تو که بعدش مرد، اون موقع زنده بودش، با هم کار کردیم. اونم تجربه خیلی خوبی بودش. دارم اینا رو، فیلماشو این برانور نگه داشتم، کارهایی که کردم. چند تا کارهای دیگه کردم، Thief Takers، نمیدونم، یه کاری بود راجع به شوشا گاپی ساختن. رفت و برگشت یکی از زیباترین کارهایی بودش که ایراد جنتی عطایی نوشتش و ما برای این یه تور بزرگ رفتیم و یه کورتت عالی شده بودیم. یعنی من بودم که نقش اصلی زن رو بازی می‌کردم، 4 تا کاراکتر در واقع اصلی داشت، منتها داستان روی زندگی زنه بود و این 4 نفر که دوباره علی کامرانی بود، خواهرم سوسن فرخنیا بود و محمد مطیع نازنین، بازی شاهکاری هم کردش محمد. The first play I did was called The Parable of the Blind. It was which was a novel by Gert Hoffmann, a German writer, and I kind of I'd read the book and I really liked it, and I was walking by a theatre which no longer exists now called Brixton Shaw Theatre. And I walked in and I happened to have the book in front of me, and I said, look, we're just a new company, I was wondering what sort of shows do you do? I said, what have you got to offer? And I just put the book there because that was the only thing I had, it wasn't an intentional thing. And I explained what the book was. I said, oh yeah, no, that sounds really interesting, have you got a play of it? I said, no, but I can deliver it to you in 2 months or so. So that's how I got myself in trouble, really. I started adapting it into a play. I haven't published any plays, all my plays, mainly because my plays are very visual, really. And because I haven't really gone in that direction either, to sort of look for publications of my plays. Naft for me, because when I was a child in Iran, my dad used to tell me lots of stories about the Tehran of 1950s. So it was very interesting because the Tehran that I used to see in the 70s was very different from the Tehran that he used to depict in his stories. The Tehran of his stories was like a little Paris almost, all these wonderful little streets and roads and cafes and people, very cultural activities, political stuff happening, really exciting, My Tehran was also interesting, but it lacked all of that quite a bit, and it wasn't quite as interesting, and also it was a bit polluted and huge and getting quite ugly, really, by that time. So it was when my father died at the age of 60, it became a mission for me to recreate that Tehran and that period. So Naft, and also it's such an interesting period of time politically with Mossadegh and my dad, because he was, I think, admonished by the Tudeh party for supporting Mossadegh, so that was something that I wanted to create a play about that period in English, to capture the atmosphere of the city, but to also show that the political machinations were quite complicated. So I created a number of characters. One of them was slightly based on my dad, my uncle, or other people I knew, who, it showed that, because in Iran we tend to point fingers, so
quickly and easily. And I just want to show that that's not the case. When I was doing that with NAF, a lot of people said, "Don't do this. Are you crazy? People are going to hate you for it." But actually, I was the response from the audience was fantastic, because it was like, because the piece refused to take sides, but it just showed the complications of it. And also, I think, because it was a very visual piece and cinematic piece, it captured, I hope anyway, the atmosphere of that time as I remember it through my dad's stories and the images I'd seen. And then after that, Majnoon really was after I went back to Iran after many, many years of not going back. And I really wanted to create a piece about the introduction of Western modernism into Iran. And again, this love affair with the West and tradition and the incompatibility. It's like, a gunshot marriage, really. برگردیم به 93. من فعالیت‌های هنری رو بعد از برنامه روستا با سازمان عفو بین‌المللی در اینجا شروع کردم. بعد از سازمان عفو بین‌المللی با قسمت دیگری از سازمان عفو بین‌المللی، یعنی International Medical Foundation affiliated به سازمان عفو بین‌المللی، کارهای هنری رو در لندن در واقع با هنرمندای خارجی، ببخشید غربی، اون موقع شروع کردم. با خانم بارب یانگ شروع به کار کردم. بعد از اون با خانم جاسلین پوک آشنا شدم. خانم جاسلین پوک که از آهنگسازان به نام غرب هستش، ایشون برای فیلم Eyes Wide Shut، یعنی فیلم آخر استنلی کوبریک، در سال 1998 من فعالیت‌های هنری رو دوباره از سر گرفتم در لندن و محصول این کار آلبوم یا CD میراث هست با تنظیم زیبای آقای فرنوش بهزاد. اولین آهنگ این CD یا آلبوم آهنگ حماسی شیرعلی مردون هستش. ترک سوم آیگگومه دامی زنم دامی کشم بسیار زیباست. در سال 1999 در فوریه 1999 اگه اشتباه نکنم در رویال فستیوال هال در کوین الیزابت هال ما کنسرت بسیار زیبا و مجللی با ارکستر با کمک ارکستر سمفونی، با مخلوطی از ارکستر سمفونی و سازهای ایرانی به رهبری فرنوش بهزاد انجام دادیم. حتی در نیویورک در The World Trade Center، اونجا که The Twin Towers، 2 ماه قبل از اینکه اون برج‌های دوقلو بیاد پایین، ما در اونجا برنامه اجرا می‌کردیم. I've been working as a filmmaker since 1994, and I've been making films since then. I've made films. My first film was about the Jewish Holocaust. It was a story of 930 Jewish refugees who were going to America. They were supposed to stop in Cuba and then move on to Canada and the United States. Their visas were annulled and they went back. And a lot of people ask me, why did I make that film? And I ask myself that question as well, because I think maybe I'm the only Iranian or maybe even a Muslim filmmaker who's ever made a film about the Jewish Holocaust. And I think it's just the fact that I never thought of the story that way. I thought it was a human tragedy, and I wanted to explore that subject, and I wanted to explore that story. So that's why I did this story. And then I continued making other films, mostly in Iran, and then between 94 and 1997 in Iraq, because I was interested in knowing more about my own country and also about Iraq. And I worked on different subjects in Iran. I worked on politics, I worked on
the artists, even sports, Iranian history, and then in Iraq I worked for Newsnight and Channel 4 News and Channel 4 and other parts of the BBC Panorama about Iraq, and just explored the story of the invasion and the occupation of Iraq, because I thought that was the most important story of our time. And I just wanted to know different aspects of the story. And what I try to do in my work is that I try to look at the situation from the ordinary people's point of view. I talk to politicians and I talk to academics, but mostly in order to provide the context for what the ordinary people say. And sometimes when ordinary people say things or they believe in things, it's not the reality. But I think their perception is much more important than their reality and the truth. And their perception is the truth, may not be the reality. So in Iran, it was the same thing. In Iran, I tried to look at the lives of ordinary people and history through the eyes of the ordinary citizen. با چند تا کارگردانای ایرانی که کار انگلیسی میکنن، به جمله آقای مهرداد سیف، یه نمایشنامه‌شون انجام دادن و کارهای فیلمی. بعد برای BBC چند تا رادیویی، نمایشنامه‌های رادیویی بازی کردیم و فیلم‌های مختلف. با بهروز بهنژاد 2 تا کار انجام دادیم. یکی دیدار در پارک که به قول معروف این پیشپرده‌ای بود برای نمایشنامه دیوار چهارم. و چون دیوار چهارم خیلی سنگین و به قول معروف جدی و دراماتیک بود، یه تیکه فکاهی احتیاج داشتیم که این تیکه فکاهی بزرگ شد و 1 ساعت شد و خیلی تجربه خیلی خوبی بود. حدوداً 2 سال پیش با خانم شیرین نشاط در فیلمشون بودم که اونم تجربه خیلی جالبی بود. یه طیفی از موزیسین‌های ایران بر اثر یه سری اتفاقات سیاسی تو ایران رو ترک کردن. چون اینجا مثلا تو لندن که اومدم به علت کمبود و امکانات موسیقی اینجا یه تصمیم گرفتیم و به وجود آوردن یه فضایی که یه امکاناتی که موزیسین‌های ایران بتونن از ایران بیان اینجا برای اجرای برنامه و همچنین موزیسین‌های ایرانی که دیگه اینجا ساکن بودن، مثل آقای درخشانی، مثل آقای متبسم، آقای علیزاده، آقای لطفی و همچنین هنرمندایی که از ایران بتونن بیان که در واقع هم موسیقی ایران اینجا معرفی بشه، همین که یه سرویسی باشه برای این هنرمندا. و یه شرکت اینجا درست کردیم به اسم شرکت نوا که کماکان در حال فعالیت و بیشتر این کنسرت‌های اخیری که می‌بینید کنسرت آقای شجریان و کنسرت‌های دیگه مثل آقای علیزاده، آقای کیان کلهر، اینا همه از طریق این شرکت اینجا انجام شده که تا یه حدودی امیدوارم تونسته باشه موسیقی ایرانی رو اینجا دین خودم ادا کرده باشم به این موسیقی، به این فرهنگ. و دیگه با گروه‌های غیر ایرانی، چون ساز کوبه‌ای امکان این که استفاده بشه در انواع و اقسام موسیقی ها خیلی زیادتره و با گروه موسیقی ایرلندی، گروه موسیقی جاز، گروه موسیقی فلسطینی، گروه موسیقی انواع و اقسام، بعضی موسیقی حتی یونان، اینا همه باهاشون دیگه فعالیت کردم که و الانم که اینجا در حضور شما هستم. چند سالی هم هستش که تو این دانشگاه این به عنوان یه بخشی از درس موسیقیشون یک واحدشون آشنایی با ریتم‌های شرق هست که با استفاده از سازهای ایرانی مثل این سازهایی که اینجا هستش، دف و تنبک و دهل و تاس و اینا، ریتم‌های ایرانی رو، ریتم‌های شرقی رو، ولی عمدتاً تکیه من روی ریتم‌های ایرانی هستش. 4 سال پیش یکی از بهترین شاگردام اینجا به اسم مارتین آلن، این پرینسیپال پرکاشنیست، یعنی پرکاشنیست اول ارکستر فیلارمونیه و برای اولین بار تو پرامز، تو موسیقی پرامز لندن
یک آهنگساز انگلیسی یک قطعه نوشت که تمام قطعه 1.5 ساعت است که سولوی تنبک با ارکستر که مارتین آلن میزد و از BBC 3 پخش شد. اولین بار بود که در واقع یک سمفونی کامل برای تکنوازی دف نوشته شد، یعنی تکنوازی دف با ارکستر کامل و این ضبطش هست و فکر می‌کنم اگه یکی از افتخارات بزرگ زندگی من اینه که حداقل تنبک به رویال آلبرت هال و به موسیقی پرامز و از طریق این شاگرد انگلیسی من راه پیدا کرد و فکر میکنم خیلی کارهای بیشتر از این میشه کرد. و سوسن فرخنیا من آشنا شدم که ایشون هم با شوهرش که یک تئاتر پرکتیشنر به قول معروف هست، معلم تئاتر و این چیزا، اومدن در لندن و ما با سوسن فرخنیا یه گروه تئاتری تشکیل دادیم که چند تا کارم با اونا کردیم. چند وقت پیش بود که نشستم گفتم که من تو چند برنامه مثلا به طور کلی اینولو بودم و کار کردم این چیز میزا. وقتی شروع کردم به شمردم یه چیزی بیشتر از 1000 تا برنامه درگیرش بودم. حالا چه این برنامه ها در خود انگلستان بوده یا در امریکا بوده، در اروپا بوده، در استرالیا و جاهای مختلف. میگیم هنوز ما خب چیز هستیم. اگرم خیلی موقع وقتی تنهایی به اون فکر میکنیم میگیم در اولین فرصت اگر یه ماجرایی پیش میاد ما برمیگردیم ایران. البته اگه یه خورده بیشتر فکر میکنیم میگیم که به این راحتی نمیشه انجام داد، چون بچه‌ها و نوه‌ها و نمیدونم آشناها و دوستان و از این جور چیزا همه اینجان. وقتی کیهان رفتم و شروع کردم کار کردن باشون، چون بیشتر اوایل خود هم می نوشتم هم ترجمه می کردم هم می خوام، ولی بعداً آخر سر دیدم که نه، برام نوشتن زیاد را دستم نیست. چیزایی که بنویسم بیشتر می خوندم و تحصیل می کردم و از اینجور چیزی به اصطلاح ادیتینگ به قول خودشون اینا بود. و بعد دیگه موندم دیگه 22 سالی اونجا بودم و دیگه سر کارم افتاد با فارسی خوندن و با ایرانی ها بودن و دیگه بعد دیگه نرفتم دیگه، یعنی موندم دیگه در اینجا و گذشت. سالیان خیلی دور وقتی که خارج از ایران بودم شعری گفته بودم که میگم اینجا آنجا راجع به وطن بود و دوری از وطن و اون احساس بیگانگی از یعنی از محیطی که تو زندگی میکردم. ولی طبیعتاً چون همونطور که گفتم شعرهای من بیان احساس همه و این دوری از وطن طبیعتاً منعکس میشه در شعرهام، بازگو کننده احساس خیلی ها هستم. اغلب شنونده های من به من میگن که تو جانا سخن از زبان ما میگویی. از زمانی که من به بیدر کجا پرتاب شدم دیگه زیر اون سانسور نبودم و درنچه سبک شعرم تفاوت پیدا کرد از هر گونه سمبولیسم، نمادگرایی که در ایران آریامهری ازش بهره برداری میکردیم فراتر رفتم. البته باید بگم که من 2 گونه یا چند گونه شعر می سرایم، سبک‌های گوناگون دارم. در شعر سیاسی اجتماعی خودم دیگه از لحظه‌ای که به غربت پرتاب شدم، از لحظه بودنم در این بیدر کجای جهانی، اندک اندک به این نتیجه رسیدم که من از 7 دولت آزاد هستم و آنچه میخواهد دل تنگم میتوانم بگویم. که زبان شعر من در برخورد با حاکمیت اسلامی زبان بسیار بی‌پرده و رکگویی شد. این بود که دگرگون شد سبک کار من. از نمادگرایی فرا گذاشتم به شعر برهنه رسیدم. در طول 26-7 سالی که در بیدر کجا در غربت به سر می بردم، نزدیک به
30 دفتر شعر از من در اومده است. حالا که تا هنگامی که در ایران بودم فقط 7 دفتر از من چاپ شد، ولی این نزدیک به 30 دفتر تا 5-6 سال پیش است. از اون به بعد دیگه من کتابی چاپ نکردم. من یه فیلمی ساختم در مورد یک ساختمانی در جنوب شرقی لندن که یک مهندس ایرانی اینو طراحی کرده بود. یک مهندسی که به مثلا معماری باستانی ایران خیلی علاقه داره، خیلی مطالعات خیلی زیادی هم تو این زمینه کرده بود و یک گروه کاتولیک ازش خواسته بود که یک طرح یک مدرسه‌ای رو بده برای بیشتر پناهنده ها و مهاجران ساکن در اون منطقه از لندن. و این آقا بسیار یک طرحی داده که در واقع آمیزه‌ای از معماری باستانی ایرانی و نیز معماری باستانی یونانی ترکیب کرده اینا رو. خود اون ساختمونی هم که به وجود آورده و گفتم یک گروه کاتولیک، خیلی جالبه که این گروه کاتولیک اینو سفارش داده که اینو بسازه. در واقع محل آموزش بچه ها و جوانایی هست، نوجوانان و جوانانی که از کشورهای مختلف اومدن و در اینجا پناهنده شدن. یعنی یک فرهنگ کاملا مالتی کالچر در اون ساختمون پیاده شده است. با وجه اینکه من شاعر نیستم، خب شعر ترجمه میکنم و اشعار خود شاداب رو ترجمه کردم که خب چاپ شده به صورت یک مجموعه انگلیسی. اشعار آقای اسماعیل خویی رو ترجمه کردم که اون هم به صورت یک مجموعه انگلیسی چاپ شده. اشعار آقای یدالله رویایی رو ترجمه کردم، اون هنوز چاپ نشده. و این اثری بوده که روی من گذاشته که خب من یک کمی شعر بفهمم و همچنین شعر ترجمه بکنم، ولی مؤکداً باید بگم که خودم شخصا شاعر نیستم. چند تایی که اینجان اینا آثار قلمی ناقابل بنده است. یکیش مثلا انگلیسی ها در میان ایرانیان هست. این در اصل اثر دنیس رایت که این رو در حدود 30 خورده سال پیش من ترجمه کردم و در ایران چاپ شد. و دیگه غیر از اون این یک کتابی هست از انگلیسی به فارسی بود، این یکی از فارسی به انگلیسی. این کتابی بوده که در اصل از برادر مرحوم بنده دکتر محمد علی خنجی بوده تحت عنوان بیانیه جبهه بین‌المللی Manifesto for an International Front. این که من به انگلیسی ترجمهش کردم. اثر خیلی جالبی هست که من بخوام جزئیاتش شرح بدم به درازا میکشه و مثلا چیزهای دیگری که هست این که خب صحبتش شد دستور زبان دارستانی بر مبنای گویش خنجی که در ایران چاپ شد. این شرق شناسی ادوارد سعید که امیر کبیر لطف کرد چاپ کرد و خانه کتاب هم لطف کرد و جایزه بهش داد. و دیگه مثلا این سمفونی مردگان هست که اثر آقای عباس معروفی که این ترجمه از فارسی به انگلیسی است، در توسط افلیم بوکس در انگلیس چاپ شد. این اثر این مجموعی از اشعار همسر من شاداب هست. از اثری که اینجا داشته روی جامعه اینجا داشته میتونم بگم به خاطر شعرهایی که توی مجموعه هایی که اینا جمع میکنن از شعرهای مختلف شعرهای من بوده. و اتفاقا یکی از شعرام هست که مثل که قبلا هم بهش اشاره کردم، خدای من هست که بعد از اون انفجار اندرگراند لندن گفتم. اینو تو یک مجله‌ای که شهرداری لندن در میاره و زمان کن لیوینگستون بود، اون یکی 2 سال پیش بود. اینو مثلا گذاشتن، بعد عکس منو گرفتن، دم
پله های سوئز گرفتن. یکی از چیزهایی که من اینجا متوجه شدم اینه که ما با عنوان نویسنده ایرانی باید زاویه دیدمون رو بازتر بکنیم. یعنی مخاطبمون رو اولش که من اومده بودم اینجا تمام سعیم بود که فقط برای ایرانیا مثلا برنامه بذاریم اینا، ولی بعد فکر کردیم که خب اینجا یه مملکتیه که یه زبان دیگه‌ای داره و آدمای دیگه‌ای از این ور اون ور میان و همه آدمایی که میان اینجا همه در خیلی آدم‌های متفاوتی هستن ولی در یک چیز مشترکن و اون زبان انگلیسیه. یعنی آدما به این زبان مهمترین اصل برای یه هنرمندی که با دیالوگ و با گفتار سر و کار داره اینها. و این بود که من فکر کردم که بهترین چیز اینه که من به داستان‌های از سرزمین خودم رو پیدا بکنم ولی به زبان اینها اینجا ارزش بکنم. ای کاش که ما نه سانسورشیپ داشتیم، نه اعدام داشتیم، نه چیز که ادبیات ما میتونست به یک مسائل دیگه‌ای بپردازه. خیلی مسائل انسانی هست که هنوز در ادبیات ما کم گفته شده ازش. ما خیلی کم ادبیاتی داریم که در مورد مسائل خانوادگی، در مورد مسائل زناشویی، در مورد عشق گفته بشه، ولی به دلیل اینکه اونقدر زیر فشار هستیم ناچاریم که مسائل به نظرمون مسائل مهمتری رو، یعنی دنیا بهش میگه مسائل مهمتر، ولی مسائل مهمتر خب مسائل اولیه انسانی ماست، ولی به دلیل اینکه اعدام داریم من نمیتونم تا زمانی که در کشور من حکم اعدام وجود داره اصلا نمیتونم نفس راحت بکشم. یعنی همش فکر میکنم که من چیکار میتونم بکنم که این قانون وحشتناک ضد انسانی یه جای جلوش گرفته بشه. هیچ که حوصله سوال کردن از خودش رو نداره، چون همه منتظر هستن وضع عوض بشه. یعنی آدم ها نسل به نسل در جامعه من همینطور منتظر بودن، پیر شدن یا تو زندان یا بیرون، ناامید شدن، مایوس شدن، رفتن هروئین زدن، تریاک زدن و منتظر بودن که وضع عوض بشه. وضع عوض بشه. وضع چی عوض بشه؟ زندگی بکنید، ببینید، بسازید، شعرتون بگید، دنیا رو برید با این دنیا جلو. و اگر بکنید این کارو شاید شما هم یه روزی بعد از 300 سال پیش اینا یه روزی شما هم انلایتنمنت داشته باشین، دوره روشنگری داشته باشین، دوره رنسانس داشته باشین، یه چیزی اسمی قلابی نباشه که شما بعد از 80 سال 90 سال زور زدن که بیاید تو دنیای جدید برگردید به قرون وسطا. بهترین موقعیتی است برای اینکه آدم از فرهنگ هر مملکتی که داره توش زندگی میکنه دستچین بکنه تا میتونه قاطی اون جوامع بشه. آدم نمونه آدم توی این چیز دایره بسته فرهنگ خودم فقط ما میدونیم هنر نزد ایرانیان است و بس، ما فقط میتونیم همه کارا رو بکنیم، ما فلان، حالا از دست رفتیم یه دی اومدن بالاخره اینا نه. این مشکلات تو هر مملکتی ممکنه پیش بیاد. The people who have to flee Iran and come to a new world and to a new country, they shouldn't restrict themselves by going back in their memory to Iran again and again and stop going forward. I don't have any prejudice about my Iranian part of myself. So I'm now living in Britain. I'm still Iranian, but I'm also developing something in myself which is the Britishness. So I'm not stopping myself to be British. In the next 30 years, I've spent most of my life in Britain than in Iran. So I should be truthful to myself and say, okay, I'm half Iranian, half British. So I'm not going to limit myself by saying that I'm going to remain 100% Iranian. I think when you're forced to leave your country and you're living in a new country, then you have to enjoy your new life too. You shouldn't bound your hands and just remain your past. If you want to just always stick to your past, then you would lose the future. And that is, I think, the way many Iranians, many exiled Iranians are living now. They are
living in their past. They're not heading to the future. صادق بودن با مردم، دوست داشتن مردم، و این البته شرطی است، نمیتونه که به حال تصمیم بگیره اگر در او باشه هست، وگرنه بهتره بره یه کار دیگه بکنه. اگه مردم دوست نداری، غمخوار مردم نیستی، بهتره که خودت هم الاف نکنی، چون نهایتاً مردم یه جوری مثل که با هم حرف میزنن راجع به آدم، با اینکه در تماس نیستن، و تصمیم میگیرن که یک هنرمند و یک آدم رو دوست داشته باشن یا دوست نداشته باشن. هر فصلی به همینه که واقعا از پا ننشینه، یعنی به هر حال از در هر جایی که افتادی بیست، در هر جا که کاشته شدی بار و بر بده، گل کن. من فکر میکنم واقعیت هم اینه که به اصطلاح جامعه میزبان، جامعه خودمون در اینجا هنوز اون توانو نداره که تمام اینا رو جذب بکنه. یعنی باید با این واقعیت روبرو بشن. انتظار این که در ایران خبرنگار معروفی بودن بلافاصله جایگاه خودشون در اینجا پیدا بکنن و انتظار داشته باشن که این جایگاه رو بدن، فقط از طریق یه سری پارتی بازی و این چیزا امکان پذیره. اگر نه عملا کششش وجود نداره. اینه که باید قبول بکنن برای یک دوره‌ای هرچند موقت، با وجود حفظ اون عشق و علاقه راستین خودشون نسبت به کار مطبوعاتی و رسانه‌ای و هنری، باید قبول بکنن که کارهای دیگه هم مثل بیشتر ماها باید بکنن. در اون دوران اولیه که ما هم مجبور شدیم کارهای مختلف بکنیم. من یه مدتی کار پخش مواد غذایی کردم، من یه مدتی کار تاکسی کردم. خب اینا رو، ولی هیچ چیزی هم نداره، هیچ به نظر من هیچ آرم نیست که آدم این کارا رو بکنه. اینو باید قبول بکنه آدم. The piece is called Do Not Bend. A message, saying that there's a lot going on. There's a child stuck in in this part of the world, and a war has just started, and things are just going completely topsy-turvy, upside down. And then the thing says, look, just carry on, be strong. A message from a father to his son. با کار زیاد تو هر رشته‌ای که آدم هست میتونه از درون از تمام وجودش مایه بذاره و تا اونجا که میتونه یاد بگیره. یادگیری چیزی است که شما همیشه در زندگی نمیتونید انجام بدید، مخصوصا در دوران تحصیل، میدونید. و مطمئن باشید مهم نیست چه رشته‌ای است، شما اگر کوشا باشید، مرتب کار کنید، نتیجه میگیرید. و میدونید بعضی موقع هست نباید چشمه رو فقط به عنوان دهنه چشمه رو دید که داره فوران میکنه بعد بازش کنید. بعضی موقع هست شما زمین رو میکنید به چشمه میرسید. همیشه فکر میکنم که یک روزی بالاخره خواهد رسید که مردم دنیا مغزشون یه چیزی اتفاقی بیفته، بگن که چه بلایی داریم سر خودمون میاریم، چرا اینقدر دشمنی، چرا اینقدر جنگ، چرا اینقدر داریم همدیگر رو میکشیم. اینا بلکه حل بشه، یعنی مردم بدونن که خب میتونن در صلح در کنار همدیگه زندگی کنن. طبیعت، جهان اینقدر وسیع، اینقدر زمین جنرس و بخشنده است که میتونه به همه ما غذا بده، همه ما رو سیر بکنه.